مثلا بین دولت اموی مردم ما افسوندگی است. خراسانی‌ها مردم ما افسوندن اونها رو. چرا؟ چون که همون حکمای اموی مثلا در حق مردمای محلی نامداولت میکردن، مردم تقسیم میکردن به عرب و غیر عرب، مثلا عرب و مولا مثلا تقسیم میکردن. این خطاگی بود در تاریخ. همین سببش که دولت اموی افتاد. مردم ما گفت ما این ذلت و خواری ما نمیبرداریم، ما این دین برای ما باور کردیم که دین حق است، مثلا دین خدا است و پیشین دینی که ما داشتیم دینی بود که ما به 4 طبقه جدا کرده بود. ما احمد طبقه بیچاره ما بودیم، مردم عادی. و وقتی اسلام اومد ما اسلام پذیرفتیم برای خاطر از این خلاص شدن از این چی بندگی بنده ها. لیکن شما اومدید با ما میخواید که ما رو به همون شکل بود چی تقسیم بندی کنید، ما اینو قبول نمیکنیم. بعد من چیز مسلم خراسانی اونو دیگر شورش برداشتن و نتیجه مثلا معلوم است دیگه دولت اموی غلط بود، دولت عباسی مثلا تشکیل شد که دیگه 600 سال قریب که عمر دید. این همون چی بود؟ مردم همون قهرمانی و در نهادش بود، در زمین در گینش بود که در گین مردم چیزی است که ما هیچ وقت ظلم و ستم نمیپذیریم. خب بنابراین همین چیز یعنی که چیزی خوبه بود در مثلا مردم که من خیلی گفتم در اون مردمایی که اونجا مثلا وقتی بعد از فتح شد دیگه هیچ قریب سر نمی‌داشت. برای همین انصاف کنیم وقتی بررسی میکنیم، یعنی که غرور نکنیم در گذشته و نیاگان پرستی نکنیم و چی هم نکنیم.